دهه 60 من بنده با آقای جمشید مشایخی و زنده یاد شادروان عطاالله ظاهر که از پیشگامان موضوع سندیکای کارورزان در حوزه هنر بود، سال 64 65 بود، سال یک فیلم مشترکی داشتیم با هم دیگه، صحبت میکردیم اوقات فراغتمون رو و من همش میگفتم ما بایستی یک جمع قدرتمند داشته باشیم که نظارت بکنه بر چگونگی ورود نیروهای تازه به این عرصه که فرق داشته باشه سینمای پس از انقلابمون با سینمای قبل از انقلاب. خانه سینما نتیجه اون بحثای ما بود، ولی یک روزی آقای تارخ از طرف آقای بهشتی که اون موقع مدیریت فارابی رو داشتن و آقای انوار برای من پیغام آوردن که شما که بخش خصوصی هستین و اینجوری چیز میکنین، علاقه دارین به نهادهای صنفی و فلان، یک جایی رو ما میخوایم راه بندازیم، بیاین کمک بکنیم. ما هم رفتیم یه طرح عمومی برای خانه سینما طراحی شد. خانه سینما تشکیل شد. اتفاقا یه سندی رو پلو من مونده، اولین انتخابات هست. خیلی جالبه برای اینکه تو این انتخابات شما میتونین ببینین که پایگاه مردمی من چقدر بوده. 198 تا رأی من آوردم، نفر دوم فکر کنم 71، نفر بعد از من 71 رأی. و خب این مذاق یه دم خوب بعد از اینکه من انتخاب شدم، خب خود به خود من میشدم مسئول انجمن با این تعداد رأی. باید سر یه کارم بودم، سر فیلم بودم، رفتم سمنان سر کارم. 2 هفته بعد برگشتم که قرار گذاشته بودیم 2 هفته بعد کارمون رو شروع کنیم، دیدم که یکی از معمرین و مجرب‌ترین افرادی که باز هم خود من ایشون آورده بودم، یه مشکلات حرفه‌ای برای ایشون پیش اومده بود، من رفتم خدمت آقای انوار و خدمت آقای بهشتی توجیه کردم که آقا ایشون سنده ازشون گذشته، اینجوریه، حیف نباشن، بایستی باشن، به هر حال پیش کسوت ما هستن و فلان. که یادم آقای انوار برگشت گفت که خب حالا برو ببین اگر ایشون چیز شد، اگر انتخاب شد به عنوان یکی از این گروه، اون وقت یه فکری میکنیم به اینکه کار بکنه، ممنوع کار نباشه. اتفاقا منم رفتم به تک تک اعضا میگفتم، خسرو شکیبایی خدا رحمتش کنه خیلی کمکم کرد و همینطور آقای انتظامی انصافا خیلی کمک کرد راجع به این موضوع که بهش گفتم. اون فرد خودش هم نمیدونه. جمشید مشایخی هم کمک کرد، مرحوم حسین کسبیان خدا رحمتش کنه خیلی کمک کرد. ایشون رأی آورد، شد نفر سوم یا چهارم تا اونجا که یادم. تا ما 2 هفته رفتیم برگردیم یه کودتایی شده بود علیه ما و من دیدم نظم همه چی ریخته با این حال پذیرفتم، برای اینکه هدف مهمتر از این بود که تو مسئول باشی یا نباشی. من عقب کشیدم، گفتم شما چیز جلسات ایشون تو دفتر خودش گذاشت و فلان اینها، ولی اولین دلشکستگی من رو پیش آورد که چرا آخه چه این سلامت، این رابطه دوستانه چه اشکالی داره که باید یواشکی حتما چه چیزی هست این وسط که بقیه نمیدونن، چه منافعی داره. بعدها که مسئله مرحوم فردین مطرح شد، خدا رحمتش کنه که ایشون فوت کردن و خانواده، فدراسیون کشتی و وزارت ارشاد هر سه مسئولیت خاکسپاری این بزرگوار رو که در تاریخ سینما ایران تأثیر بسیاری گذاشته به من محول کردن و خیلی موقعیت خطیری بود و من فکر میکنم گروهی هم که با من کار کردیم به اصطلاح اتفاقا توامان شد با مرگ آقای گرجی، خدا رحمت کنه، نعمت الله گرجی. من اومدم اولین کاری که کردم این بود که این دوتا رو با هم دیگه مراسم خلع گرفتم براشون که خب جایگاه فردین یه چیز دیگه بود، جایگاه گرجی یه چیز دیگه، ولی در پیش ما همه یه اندازه بودیم تو حوزه کار. با فردین هم قرار بود کار بکنیم. من یه فیلمنامه‌ای داشتم به نام ورسیس‌های آبد، آقای اصغر بیچاره عکاس معروف و کهنه‌کار ایرانی،
ایشون گرفت با من تماس گرفت، گفت که آقای فردین توی سینما منتظرته. گفتم چی؟ گفت که یک کاری باید داره. رفتیم و من گفت که فردین گفت آره این فیلم ورسیسا رو من این خلاصه داستان رو خوندم، خیلی خوبه، من میخوام اینو کار کنم. گفتم که آخه چجوری توی گفت نه بریم تو هند کار میکنیم. گفتم زیباییش کار کردن تو ایرانه. گفت که باشه ایران و هند مشترک. نشستیم با هم دیگه یه چندین جلسه، شاید 10-15 جلسه من میرفتم مزاحمای فردین بودم و با هم دیگه فیلم ها رو مرور کردیم. ایشون میخواست کارگردانی کنه، نمیخواست بازی کنه. به من میگفت تو بازی کن. گفتم نه تو شما باید بازی کن، من میشم دستیار تو ایبی نداره و میسازیم این فیلم ها. اما تا اومدیم شرایط رو را بندازیم متاسفانه این اتفاق تحقق داد. کاری که توسط بنده و دوستانم که خیلی کمکم کردن اتفاق افتاد، نظر مساعد خیلی از بچه‌ها رو بیشتر جلب کرد به ما. این بار دومی بود که من در انجمن بازیگران بودم. متاسفانه این محبوبیت کار دستمون داد، دوباره یه چیزی شبیه به موضوع اول شد و دیگه این دفعه گفتم من دیگه نمیرم تو کار صنفی، برای اینکه نتایجش هم دیدم. بازم نشد. این دفعه آقای مشایخی با به حرمت پیشکسوتی و بزرگواری و انسانیت و مرام جمشید بازم ما رفتیم انجمن بازیگران سینما و تلویزیون کشور را انداختیم. بازم یه مسائل شبیه پیش اومد که نشد.